متخصصان ویتنامی آید به امنیت کیبرنتیکی شکافی را در نظام محافظتی آیفون 10 یا آیفون ایکس پیدا کردند که امکان می‌دهد جهاز چهره شناسی را به غفلت اندازد. اختراعکاران نقاب مخصوصی را ساختند که با گذاشتن آن در روبروی تلفن هوشمند نظام چهره شناسی فریب می‌خورد. مؤلفان برنامه میگویند کاربران عادی نباید از این اختراعات نگران شوند، زیرا با این اصول رخنه کردن آیفون آنها بی‌نهایت مشکل است. برای استفاده برندگان عادی ساختن نقاب آسان نیست، ولی آنهایی که در بخش امنیت، سیاست کار میکنند و یا رهبر شرکت‌های کلان هستند، ضرور است که متوجه باشند. آنها نباید آیفون خود را که در آن نظام فیس آیدی گذاشته شده است به کسی بدهند. در شرکت اپل میگویند برای آنکه جهاز چهره شناسی چهره اصل را از ساخته فرق کند با متخصصان مختلف همکاری کردند. در این شرکت از شرح بیشتر خودداری نمودند، ولی در کوپرتینو بارها اقرار شدند که نظام ایدئالی نیست و یک شخص میتواند توسط آن تلفن هوشمند کسی دیگر را رخنه کند. اما این حالت از میلیون یک بار میتواند رخ دهد. در نوهای دیگری آیفون که توسط ایز انگشت باز می شود از 50,000 یک دفعه اتفاق افتادنش امکان پذیر است.